داریم با امید خدا صعود میکنیم به قله دالنشین. الان هم تنگ موسیقی روبرو اون هست، اونم تنگشکن ارسنجون. طبیعت زیبا و بکر، جای همه دوستان خالی. آقا مسعود ماشاءالله زنده باشید. برید بالا. درود بچه‌های آلپ. امروز جمعه کوه دالنشین ارسنجون، قله دالنشین. درود به این تیم، ماشاءالله تیم 45 نفره و حرکت جانانه. نزدیکی های قله هستیم، جاتون سبز. به نام خالق کوهستان ها و به نام خالق زیبایی ها، قله دالنشین ارسنجان هسته. هوای زیبایی، هوا بسیار سرد، بسیار سرد و نمای زیبای دریاچه بختگان. نمای زیبای دریاچه بختگان هست. به به.